ماجرای دستگیری امیرحسین رستمی در فرودگاه کانادا چه بود؟ 3 روزه رفتی کانادا یارو گرفتنت پلیس بده؟ آره چرا یکی ممکنه بگه 3 روزه بره کانادا؟ ببین رسیدم کانادا مثلا 3-4 بعد از ظهر. خب رسیدم اونجا دیدم پیام از سروشه که ما یه اتفاقاتی افتاده سکانس نداریم. بعد نداریم یعنی چی؟ بعد دادن میدونی من الان کجام؟ تصویری گفتم من الان بغل نیاگارام، نگاه کنیم من بغل نیاگارام. گفت نداریم دیگه. میخوای با آقای جودی زنگ بزن که آف کنه دیگه. بعد زنگ زدم به آقای جودی این همه گروه رو چجوری آف کنم من؟ خب کوتاه کن پرواز سفر تو اینا. بگم کوتاه هیچ اصلا به کارم نمیشد برسم. برگشتم فرودگاه. بعد پلیسم برگشت گفتم دارم برمیگردم. بعد دیدم شلوغ شد. هی پلیسا زیاد شدن. از زنگ زدم دوست داشتم سعید پوشه. گفتم سعید بیا نجاتم بده، اینجا من گرفتن نمیدونم برای چی. بعد اونا من رسونده بودن فرودگاه. برگشتن اومدن گفتن مسئله چیه؟ بعد گفتم میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا اینکه این پلیسه میگه من خونم اینجا تو یانگه، صبح از خونم اومدن اینجا، هنوز ساعت تموم نشده برگردم. این از خاورمیانه اومده داره برمیگرده. یه روز بیاد بگه سلام چطوری خوبی؟ خب خدا نگهدار، با اجازه یه ردبول خوردیم برگردیم. بعد ریختن و توضیح دادن با این بازیگر و اینا. اونم گفته بوده قطعا خیلی اسکله. لایک و سابسکرایب یاد نره.